یک کتابی نوشته اکهارت توله، کتاب بسیار زیبایی است تحت عنوان The Guardians of Being، نگاهبانان هستی. سگان، گربه‌هان، پرنده‌هان، حیوانای خونگی هستند. خیلی جالبه. یه تیکش اشاره میکنه، میگه شما اگه سگ خونگی، گربه خونگی، پرنده، یه حیوانی خونگی داشته باشین، اون لحظه که اون سگ رو تاچ میکنید، لمس میکنید، نازش میکنید، بغلش میکنید، باش بازی میکنید، لمسش میکنید، به لحظه اکنون میایید، چون اونا همیشه در لحظه اکنون هستن. متوجه هستی؟ همیشه در لحظه اکنونه. حتی وقتی شما دلتون گرفته، حالتون بده یا به هم ریخته این، نازش میکنین، بغلش میکنین، باش بازی میکنین، اون لحظات انگار گشایش درونی دارین. اون لحظات، چون اون حیوان واقعا در لحظه اکنون با همه وجودش زندگی میکنه. به ویژه سگا که حالا فرانتال لوبشون هم بزرگتره. مثلا گربه ها کمه فرانتال لوبشون، پرنده ها فرانتال لوبشون خیلی کمه، ولی سگا 7% مغزشون فرانتال لوبه. شما ناراحتین، ناراحت میشه. خوشحالین، خوشحال میشه، دمشو تکون میده، میاد خودشون رو میمالونه به شما، نشون خوشحالیشون نشون میده به شما. حس میکنن، مستقیم حس میکنن. حیونا خیلی خوب میفهمن این حسا رو خوب میگیرن. یک کتابی نوشته اکهارت توله، کتاب بسیار زیبایی است تحت عنوان The Guardians of Being، نگاهبانان هستی. سگان، گربه‌هان، پرنده‌هان، حیوانای خونگی هستند.